حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و پیام بر پیامبر مصطفی و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. بینندگان عزیز، انسان از نگاه قرآن موجود سخنگوست و سخن گفتن اون نعمت بزرگ است و این خصوصیت انسانی یعنی حرف زدن توسط زبان صورت میگیرد. یعنی زبان از مهمترین اعضای بدن است. این عضوی در حجم کوچک و در اهمیت بسا بزرگ میتواند که انسان را به رفعت و شرف و بلندی برد و میتواند که باعث گردد انسان به شقاوت و بدبختی گرفتار شود. خداوند چون رحمانیت خود و آثار رحمتش را بیان نموده در سوره الرحمن فرموده است: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خداوند مهربان، خداوند رحمان، آن ذاتی که به انسان قرآن آموخت و انسان را خلق کرد، به هستی آورد و برای او قدرت بیان عطا نمود. به انسان قدرت حرف زدن، مقصد خود را بیان نمودن، با جنس خود گفتگو کردن عطا نمود که این از بزرگترین و از عجیبترین خصوصیت های انسان است که خداوند به او عطا کرده است. پس این نعمت بزرگ را می باید انسان شکرش به جا آورد و بهترین شکر و سپاس هر نعمت به طرز درست استفاده کردن اون نعمت است. یعنی بالاترین بهترین سپاسگزاری از هر نعمت این است که آن نعمت را به آن طرز که خداوند راضی است، خداوند راهنمایی کرده است، هدایت فرموده است، در آن راه، در آن وظیفه استفاده کردن است. زبان این ترجمان عقل و اندیشه و بازگو کننده شخصیت انسان است. ما مردم را از حرف آنها، از سخن آنها، از گفتارشان میشناسیم. فیلسوفی یونانی قدیم میگفت حرف بزن تا تو را بشناسم. امام زمخشری در تفسیر کشاف و اینچنین علامه ابن عاشور از آن نقل کرده در تحریر و تنویر آوردند که لقمان حکیم را سیدش فرمود گوسفند ذبح کند و پاکیزه ترین دو عضو آن را پخته بیارد. لقمان حکیم برفت و گوسفند ذبح کرد و قلب و زبان آن را پخته و پیش سیدش مولایش آورد. سیدش روز دیگر به او سفارش داد تا گوسفند دیگر ذبح کند و ناپاکترین دو عضو آن را پخته و پیشش بیارد. لقمان حکیم برفت، گوسفند دیگر ذبح کرد، بازم قلب و زبان آن را پخته آورد. سیدش از او پرسید: من از تو درخواست کردم تا پاکیزه ترین دو عضو آن را پخته بیاری، قلب و زبان آوردی. دوباره درخواست کردم خبیثترین، ناپاکترین دو عضو آن را پخته بیاری، بازم قلب و زبان آوردی. سرش در چیست؟ لقمان حکیم در جواب گفت: هما اطیب ما فیها اذا طاب و اخبث ما فیها اذا خبث. این دو عضو پاکیزه ترین عضو هستند اگر پاک شوند و این چنین ناپاکترین دو عضوند اگر ناپاک بمانند. اگر زبان و قلب پاکیزه شود، پاکترین، بزرگترین دو عضو انسان است. اگر خدا نکرده ناپاک شوند، بازم در ناپاکی از این دو ناپاکتر چیزی نباشد. بنابراین انسان میباید زبان خود را زیر اداره، زیر نظارت، زیر مراقبه شدید خود قرار دهد. میباید زبان را زیر حکم عقل و شرع مطیع سازد. امام بخاری و امام مسلم از ابو هریره روایت کردند که فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد فرمودند: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. هر کی به خدا و به روز آخرت ایمان دارد پس سخن نیک گوید یا خاموش شیند. این خصلت ایمانی است. هر کی ایمان دارد به خدا و به روز آخرت و به دیگر ارکان ایمان البته باید این وظیفه را اجرا کند. به این سپارش مأمور است. یا سخن خیر داشته باشد بفرماید، بگوید، و یا سخن نیک ندارد می باید خاموشی را پیشه کند. اختیاری سوم ندارد. چون که هر کلمه‌ای که از انسان صادر می شود، هر حرفی که از زبان انسان می براید، ملک حاضر است آن را کتابت می کند. یا به نفع بنده است یا بر زیان بنده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. سوره قاف خداوند در اینجا فرموده هیچ کلمه از زبان انسان تلفظ نمی شود مگر که ملک حاضر است، رقیب است،
پاسبان انسان است، در حال آن را کتابت میکند. بنابراین پیش از اینکه انسان خواهد چیزی را تلفظ کند از خود بپرسد آیا این سخن را دوست دارد که روز آخرت در نامه اعمالش ببیند؟ آیا آماده است که جواب آن را در روزی که زیر مساءله و بازپرسی قرار میگیرد میتواند جواب گوید؟ دوستان عزیز، قلب انسان که محل ایمان و عرفان و معرفت است و سلامتی آن شرط سعادت در آخرت است، با زبان خیلی ارتباطی زیچ دارد. در مسند امام احمد حنبل آمده، از انس بن مالک روایت شده که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ایمان بنده مستقیم نمی شود، درست نمی شود مگر در آن صورت که قلبش مستقیم گردد، و قلب او مستقیم نمی گردد مگر در آن صورت که زبانش مستقیم شود. پس میان استقامت زبان، پاکیزگی زبان و استقامت قلب و کمال ایمان ارتباط نزدیک است. خوشگفتاری، زبان پاکیزه دلیلی پاکیزگی قلب است و قلب پاک دلیلی کمال ایمان است. اینچنین امام احمد حنبل در مسند خود از عبدالله ابن عمرو روایت نمودند که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: من صمت نجا، هر که خاموشی را پیشه کند نجات می‌یابد، زیرا اکثر گناه انسان از زبان او صادر می شود. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ بن جبل گفتند، در حدیثی درازی که توصیه های زیبایی دارند، یکی از جمله های آن حدیث زبان خود را نگهدار گفته معاذ توصیه نمودند. و معاذ سوال کرد که آیا ما به گفته هامان نیز مورد بازپرسی قرار می گیریم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ گفتند: و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ آیا چیزی دیگری مردم را به چهرهشان به جهنم میکشد غیر از زبانهایشان؟ غیر از حاصل زبانشان یعنی گفتارشان، آیا چیز دیگری آنها را به جهنم میبرد؟ یعنی از همه چیزی که باعث میگردد که انسان در دنیا به بلا و مصیبت و در آخرت به عذاب و عقوبت گرفتار شود، این عضو کوچک است که بسیار وقت انسان آن را نادیده میگیرد و لجام آن را رها میکند. بنابراین شخص عاقل را میباید پیش از تلفظ نمودن هر کلمه و هر جمله بیندیشد که این سخن به نفع اوست یا بر زیان او. این سخن از سخنانی است که خدا را راضی میگرداند یا خدا از این سخن ناراضی است و غضب میکند. حکیمی سخن سعدی نیز در مورد اهمیت زبان و خوشگفتاری و پاکسازی زبان ابیات زیبایی دارند که میگوید: سخندان پرورده پیری کهن بیندیشد آنگه بگوید سخن. سخندان پرورده پیری کهن بیندیشد آنگه بگوید سخن. مزن بی تأمل به گفتار دم، نکو گوی گر دیر گویی چه غم. بیندیش و آنگه برآور نفس، وزان پیش بس کن که گویند و بست. به نطق آدمی بهتر است از دواب، دواب است و به گر نگویی صواب. اینچنین امام بخاری و امام مسلم از ابو هریره نقل کردند که رسول خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد فرمودند: ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين ما فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. یعنی همانا بنده بعضا سخنی را به زبان می آورد که حقیقت آن را نمی اندیشد، ولی به سبب آن در دوزخ به مسافه دورتر از میان مشرق و مغرب فرو می رود. پس اگر اهمیت و مقام زبان تا اینجاست و سعادت و سرفرازی انسان در آخرت و یا شقاوت و بدبختی او در آنجا مربوط زبان اوست، مربوط گفتار اوست، پس شخص عاقل را می باید زبان خود را اداره کند، زبان خود را تربیت کند، زبان خود را پاکسازی نماید، از زیادگویی، بیهودگویی خودداری نماید. این نعمت بزرگ را در جای استفاده برد که بخشنده این نعمت، دهنده این نعمت آفریدگار راضی باشد، خوشنود گردد و این دستور بزرگ نبوی، قانون بزرگ تربیوی را من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت دستور خود در مناسبت با زبان قرار دهد. هر که به خدا و به روز آخرت ایمان دارد یا سخن نیک گوید و یا خاموش شیند. به امید سرفرازی و سربلندی شما دوستان، خدا یارتان.